از حکومت تاجیکستان کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد طلب کرد که برای بدرفتاری با شهروند الهام اسمانوف و اذیت روانی همسرش از جانب مقامات به هر دو جبران معنوی پرداخته شود و شخصانی را که حقوق این شهروندان را پایمال کرده‌اند به جوابگری کشیده شود. طبق دعوای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، مقامات انتظامی تاجیکستان هنگام بازداشت، بازپرسی و بعداً نگهداری الهام اسمانوف در بازداشتگاه برخلاف عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کردند. این در حالی است که تاجیکستان به این عهدنامه پیوسته است و وظیفه‌دار است که آن را بیچون و چرا اجرا و رعایت کند. الهام اسمانوف را مقامات انتظامی تاجیکستان با جرم شرکت در عملیات وحشت افکن در خوجند بازداشت و به 8 سال زندان محکوم کرده بودند. بعداً حکم او را کوتاه‌تر کردند. الهام اسمانوف بعد ادای حکمش در ماه می سال 2015 همان سال با همسر و عائله‌اش به روسیه رفته است. او گفته است که گناه نداشت و زیر عذاب و شکنجه زیاد اتهام را اعتراف کرده بود. در شکایت او به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد آمده است که او را به نیروی برق ماندند، به حد لطوکوب کردند که راه رفته هم نمیتوانست. در خلاصه حقوقدانهای کمیته سازمان ملل متحد آمده است که ماده 7 عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را که در آن گفته می شود هیچ کس نباید مورد شکنجه، مناسبت غیر انسانی و بدرفتاری قرار بگیرد، مقامات تاجیکستان رعایت نکرده اند. یادآور میشیم که 9 سال پیش سنه 3 سپتامبر سال 2010 در شهر خوجند گویا یک مرگ طلب ماشین بمبگذاری شده را به در ریاست منطقوی مبارزه با جنایت‌های متشکلانه در ولایت سوخت روانه کرد. در نتیجه ترکش ماشین 4 نفر، 3 کارمند ریاست و مرگ طلب کشته شدند و 26 نفر دیگر از جمله 5 رهگذر جراحت برداشتند. در عموم بیشتر از 50 نفر برای این حمله پس پنجره رفتند. الهام اسمانوف را در عضویت به حرکت اسلامی ترکستان گناهکار دانستند. دانسته می شود مقامات تاجیکستان حالا داعش روی کار نآمده تاکتیکی داعشی در تاجیکستان را پیاده کرده بوده است. طور رادیوی آزادی می نویسد مقامات انتظامی تاجیکستان در پاسخ به سؤالهای کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد مثل هر وقت گفتند که خود الهام اسمانوف اعتراف کرد که هیچ کسی او را شکنجه نکرده است، ولی سند رسمی تصدیق کننده این ادعایشان را پیشنهاد نکردند. مقامات انتظامی همچنین اعتراف کردند که بازداشت الهام اسمانوف را در سندهای رسمی 7 روز بعد بازداشت ثبت کردند و 2 افسری که به این قانون شکنی راه داده‌اند برای کشالکاری تنبیه گرفتند. با این رفتار به گفته حقوقدانهای سازمان ملل متحد، دولت تاجیکستان ماده 10 عهدنامه بین المللی را رعایت نکرده است که در آن گفته می شود مناسبت با هر کسی که از آزادی محروم شده است باید انسانی و با احترام باشد. همچنین یک گروه سازمان ملل متحد که بازداشت‌های خودسرانه را تفتیش می‌کنند بعد تحقیق پرونده الهام اسمانوف گفتند که ضمن تحقیق شکایت معلوم شد که مقامات تاجیکستان چندین بند عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت نکردند و باید برای بی‌اعتنایی به حقوق الهام اسمانوف و آزار روانی همسر او به هر دو جبران بپردازند. بر اساس قرار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد، حکومت تاجیکستان باید در مدت 180 روز قرار کمیته را اجرا کند. اما محال است به اجرا رسد، چون در تجربه دیده شد که چنین قرارها از جمله نسبت به زید سیدوف تاجر شناخته زندانی، بزرگمهر یاروف وکیل دفاع، محمد علی حید عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اجرا نشده‌اند. اینجا یک چیز تعجب آور است. برای چی تاجیکستان عهده‌داری‌های به امضا رسانده‌اش در سندهای بین المللی حقوق بشر را به استحاله ویران و پایمال می‌کند؟ در حالت طلب به اجرا رسانیدن رعایت سندهای حقوق بین المللی،
اجرا آن طرف ایستد اعتنایی نمیدهد. مگر حکومت تاجیکستان تا این حد صاحب اقتدار شده است؟ یا یگان پشتیبانی دارد که گفته است به ملال هر سندی بین المللی را که میخواهی پشت پا زدن گیر؟ یا یگان سیری نهفته است که اینجا ما نمیدانیم؟ نظر سیاستشناس عزت امان را در این باره میشنویم. طلبی که کمیسیون حقوق بشر از تاجیکستان میکند البته توصیوی است، یک حجت توصیوی است. کشورها اختیار دارند که یعنی بیانات یا طلبات این کمیسیون را انجام دهند یا ندهند. بعد که انجام هم که ندهند یگان چاره ضد این کشورها از جانب سازمان ملل قبول نمی شود، یعنی هیچ چاره اندیشیده نمی شود و این وابستگی دارد به افطاریتیت این کشورها در عرصه بین الملل، چون که نه هر کشور برای خودش اجازت میدهد که توصیه نامه‌های کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل را نادیده بگیرد. کشورهایی که همیشه دنبال بهتر کردن وضع حقوق بشر در عرصه بین الملل هستند، اونا همیشه کوشش میکنند که آبرو و احترام کشور خودشون را با بهتر کردن وضع آزادی بیان، بهتر کردن وضع آزادی های سیاسی در عرصه بین الملل نشان بدهند و همینطور از آبرو احترام کشورشون حفظ کنند. همچنین ویسیدین آدنایف در این باره نظر خود را بیان کرد. من فکر میکنم این با گفتی روسا یک политика двойных стандартов وجود دارد در این سازمان‌ها نیست. بازی‌های بگیم دو طرفه از این جانب، چون که ما زیاد مثال‌ها میتوانیم آورده که چه حادثه‌های دهشتی در تاجیکستان ما و شما یک سال اخیر گذشت، با مانند زندان خوجند، با مانند زندان وحدت، با مانندی که گویا در قفس 4 جوان داعشی 3-4 سیاحان خارجی را کشتند و در هر دو یا هر سه این قضیه نه مقامات نه یگام بگیم دفترهای حکومت با ما نه اسناد نه دلیل نه یگان فکت نشان داد که بله دقیقاً این جنایت را اون یا این کرد. فقط ما میتوانیم و شاهد آن بودیم که چطور سیمون یتیموف و رمضان رحیمزاده در آنجا یک سفسطه بیش نمیگفتند و اینم بعد یک هفتهش و بعد یک ماهی که حادثه گذشت و الکی خاموش شد و امروز در یک حالت تاجیکستان ما قرار دارد که تمامی دولت‌های دنیا خبر دارند و شاید از ما و شما خوبتر دانند که امروز رژیم ما چی کار میکند ضد مردم خود. و من فکر میکنم که از یک طرف پشتیبان هستند، از طرف دیگر چطوری که میبینیم این طرفش یک واکنش نشان میدهد، یک پیغامی، یک نمیفهم یک گزارشی روان میکند، این طرف دیگرش با مبلغ گذاری میکند، کمک میکند، میگه که نه ما به شما قرض میدیم، یعنی به رژیم، و اون سوم ترانسفر میشود به کیسه یا اینکه جیبی اویله. و فکر شخصی من این است که اگر جامعه جهانی میخواستند یک واکنش جدی اوید وضع تاجیکستان ما و شما نشان دهند، آنها عملی نشان میدادند، غیر از 2-3 مقاله در رسانه‌های بگیم خارجی ما چیزی ندیدیم و هنوز نمیبینیم. برعکس هر وقتی که بگیم حقوق شناسای مستقل در بیرون از کشور برآمد میکنند یا اینکه یک فکت و دلیل نشان میدهند، از اون طرف از طرف خود این سازمان ها دیده می شود که آنها بیشتر میخواهند که
یک معامله خوبی با این رژیم داشته باشند و آن رشته که بین این سازمان ها و بین رژیم امروزه هست گم نشود و از بین نرود، یعنی که اون رشته دوستی یا این که رشته استراتژیکی که هست. کارشناسان با اظهار تأسف میگویند چند سال آخر سازمان ملل متحد وکالت‌های خود در نزد جامعه بین المللی را با نشر بیانیه و اظهاراتها محدود کرده است. رژیم امامعلی رحمان خوب می‌داند که کشورهایی که در رأس قبول قرار در سازمان ملل متحد حضور دارند خودشان در خیلی موردها کشورهای پامال کننده حقوق بین الملل در دنیا اعتراف شده‌اند. بر علاوه این کشورهای پنجگانه از تاجیکستان از رژیم کنونی تاجیکستان حمایت میکنند. روسیه و فرانسه با حضور نظامی اشان از این رژیم حمایت میکنند. آلمان و چین با حضور مالی اشان از این رژیم حمایت میکنند و امریکا با حضور لابیگری اش در جامعه جهانی در بعضی موردها از تاجیکستان حمایت میکنند. این کشورهای پنجگانه خوب میدانند که تاجیکستان یعنی نظام کنونی تاجیکستان نظام دیکتاتوری و غیر دموکراتی است. با این وجود از این رژیم حمایت میکنند چون میدانند که این رژیم منافع آنها را در کوتاه مدت برآورده میسازد، اما در دراز مدت چی میشود آنش را خدا میداند.